بکس گنگ اومدیم برای ولاگ. به اینا رو نگاه کن. واقعا هوا خیلی شرجی، اصلا فکرش هم نمی‌کردیم اینقدر شرجی باشه. به به آبشار رو نگاه. اینجا بریم یه خوراکی بزنیم بر بدن جانا. من خیلی خوب بود آجی. من خیلی حال کردم. آره فکر نکنم. ما 3 ساعت بشینیم. نظرم بیدار شدیم. باید فیلم بگیریم آقا. ما دیگه بالاخره الان تاریک هوا، یعنی تو راه که بودیم دیگه رسیدیم. ناصر بقیه بچه جای همگی خالی. آقا اومدیم ماسوله. بعد من اولین بار میام ماسوله. عجب جای خفنیه. بذار دوربینو تمیز کنم یه فیلم خوب بگیرم. تو رفته بودیم آبشار، اینجا آبشار داریم. اوه کجا میرید شما؟ بچه سرعتی رفته. ماشاءالله. باشه توی که سب کن بریم بالا این وایس می عکس بزنیم. آره باشه. داداش از بالا بیاد عکس بگیرید اینا بریم. نه از اونجا بریم خب برو. نه تو رو اکو داشته باشه داشت. ولی صدا آبشار خیلی خوبه. بریم بالا عکس بگیریم. سلفیش کن. از بالا با سلفی بگیری اسکل. اسکل از بالا میگیره از بالا بگیری. وایس. گیلکی تازه‌ش اینه بری یاد بگیری خودت. خیلی بده میری یه جا میبینی زمان بلد نیستی. یالله شما اگه تحصیل لایک کنید کامنت بذارید سابسکرایب کنید. بچه ها منظره رو نگاه کنید. برای خیلی اومدیم بالا تا الان مونده بازم میریم. آقای لیوانا رو ماغا رو من دلم مار کنم. بریم بازار زیبای ببخشید ستون جواد ماسوله هستند. با فرضا ما از صبح میومدیم ماسوله بهتر نبود؟ خدا وکیلی میگم. خارسی زنجیره تصویر فورکی می اومدیم بالا. ماسوله واقعا چقدر بازارش میکنه. خب بچه ها اوج لذت رو میبریم. جای همه خالی. در ماسوله هستیم و زیبا. 2 تا عکس نایت گرفتم. 2-3 تا از اون کوه همش پشت سرم اونجا کوه همه رو میذارم. خیلی خفنه خیلی. باش میشد بیشتر صبح مثلا ظهر به بعد می اومدیم اینجا. ولی ایراد نداره دیگه. شبش هم قشنگه. اومدیم میدون سبزه سبزه میدون. همه آقا شطرنج باز حرفه‌ای به نازم مخلص تیم. آقا برو ماشین زیرمون نکنه. برو
ما دیشب دیگه اینقدر خسته بودیم رسیدیم خونه خوابیدیم. مرسی داداش، مرسی. گاز دادیم ما چی نتونستیم بگیم. کامل بدیم بریم یه دور بزنیم آجی. نه میدون شهرداری داداش اینجا نه. ما دیشب رسیدیم خونه دیگه خوابیدیم دیگه. ماشاءالله برعکس گنگشون بالا. ما تقریبا دیگه رسیدیم سمت شهرداری رشت و این که داشتم دیشبیه رو میگفتم یه قطع شده اصلا حواسم نبود. دیشب ما خوابیدیم و این داستانا که دیگه گذشت و صبح بلند شدیم صبحونه خوردیم. الان غروب اومدیم شهرداری یه فیلم میگیرم براتون میذارم. ما رسیدیم میدون شهرداری رشت و عجب خفنیه، عجب خفنیه، خیلی خفنیه. بذارید یه دور تا دور منطقه براتون بگیرم عشق. ما اومدیم کافه. کافه قدیمی، کافه قدیمی. آقای منطقه عکاسیمونه. بازار ماهی باشه داداش. تازه است، زنده نیست. تازه گله 50 تومن. نهنگ آبی. اومدیم نهنگ آبی بخریم. دیگه داریم راه میریم دیگه. من نفسم فرستاداش بیاد دیگه ایراد نداره دیگه. به بزرگی خودتون ما رو ببخش. اینا میدونی چیه؟ همونایی که فیلینگ لاک فود میخوردن. آقا بکن. آجی واقعا خوبه. این چه جونه؟ منظره شب رشت باشه؟ میدون شهرداری واقعا هیچکی به جز تو منو یادش نیست. فکر کردی کی از من خبر داره؟ راحت برو هیچکی حواسش نیست. بهت قول میدم سخت نیست. لااقل برای تو راحت باش. دورم از تو و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو. دلشوره دارم من واسه فردای تو. بچه‌ها بریم سپک نابی. آقا ویدیو نیفته حواست باشه. از دور ازش شیرجا بزنید. بچه‌ها ضبط نکردی. وای محکم.
تقریبا اومدیم بام و خیلی دوره ولی پیداست. اینجا تقریبا بالا کوه. بچه درست مافیاییم بچه. اینجا میبینه این پایین برسیم. یورو حوضت ناموسم ببور در حواسم بگو حواسم بگو. جواد کجاست؟ جواد نیومده؟ نه پشما اومدی جواد آمدی؟ رفتی بیرون. جواد کجایی جواد؟ آی عالی بود. تاریک بود بچه ها. این یکم بهترین شوخی این مرحله از مسافرت بود. اصلا دیگه نشد بریم بیرون دیگه. اینو میذارم تو ویدیو. عالی بود آجی عالی بود. بریم. با یه چاله فضایی روبرو شدیم. الانم بگو آجی مثلا بریم شام بخوریم نمیدونن چه اتفاقی. آنار نمیدونن ما لاستیک پنچر کردیم الان ما قراره بریم بدبخت شیم. به فنا رفتیم داشت خدا نگهدار. خب سلام بچه‌ها، الان روز 4 مسافرتمونه و روز 3 زیاد کار خاصی نکردیم چون مثلا کلا اتفاقات خوبی نیفتاد. بعدش اینکه صبح دنیا بهتر کنم الان 5 صبح روز جمعه است که ما داریم میریم قلعه رودخان بریم ببینیم که اونجا چقدر عکس و فیلم میتونیم در بیاریم. هوا عالیه بچه، جای همه تو خالی. من از منطقه نمیگیرم، اینجا کلی مسافر و اینا دیگه. از خودم فیلمو نمیگیرم، بعد صدامم بخاطر اینکه بعده که منظره 6 صبح داشت جمعه است. بعد ما اومدیم قلعه رودخان و خفن یعنی تو خودت ما رو بیدار کردی. میگه الان موقع اومدن اونو بگو مهم نیستش. چای نزنیم؟ چای بزنیم خیلی می‌خواستم. بلاگر داداش ما یوتیوبر هستیم نمیخوایم بلاگر باشیم. آقا ما اومدیم استارت. اینا استوری میذاریم. مشکلی باشه همه جا بسته است و فقط ماییم. بچه سینما نوبودی حتما پیج اینستاشو فالو کنید. توی نوبود ببین دانشمندا تو کشف سومیش موندن. من راهنمای تورتون هستم. امیدوارم که ساعت دلنشینی و در کنار یا در کنار هم داشته باشیم. آقا این خونه‌هایی که شما اینجا می‌بینید در مورد زمان گوگوریو اینا رو میگه. بله گوگوریو حسویان هست.
پنسویان نه با 3 صدا میبرده با 3 دست صدا نوشته. اینجور خونه ها اغلب جوری بود که صاحبونه از قبل پولو گرفته بود، یعنی شما نمیتونستی بی‌دلیل روزی داشته باشی اونجا. و 90% غذای اینجا برنج گرد بود. برنج گرد کوفته فدرالی خودمون هست با سوشی. سوشی نه اون خودش اون مال چیه؟ اون مال لشکر تسویان بود. تسو شما می‌خوای کات بده حل با بودوسیب اومد که آجی برو برای عکاسی برو داش فیلمه. چیزی جز عکس در جنگل میان نندازیم. ملت موش عمو قاسم تمام بچه‌ها میخوام خیلی فیلم بگیرم، حافظم پر میشه دیگه. همین رو از من قبول کنید و بیشتر عکس. حافظم خیلی پره. کلی فیلم گرفتم، کلی عکس گرفتم. یه 4 روز مسافرت بدونش خود 2 روز میری ببین چقدر عکس میگیری. الان پشت من رو نگاه کن. جان وای تمام عکس شد. اونجا رو تا اونجا هم رفتن ناموسا. تا اون بالا سد دزه نگاه کن. سد دز که اینجا نیست، هست سد دز خوزستانه. مرسی بچه دست بچه اومدیم تو دل کوه، نمیدونم معلومه یا نه ولی منظره خار و مادر، توصیفم همینه. تمام لبه داداش. اتفاق آلت اتفاق برج میلادیه. دوباره ما بالا میبینید چقدر عرق کردیم، بالا کوهیم دیگه. عکس فیلم ها رو میذارم دونه دونه ببین. آهنگو بریم کنم بچه‌ها. نه میریم پای میرقصیم. پس بریم اضافه میشیم به جمع. بزن.
تموم شد آقا. این ولاگ ما تموم شد. این سفر 4 روزه تموم شد و یه ذره تمیزکاری کردیم و مثلا ما 4 روزه 4 روز یعنی 4 سال کلا از قلعه رودخان به این ور دیگه نگرفتیم دیگه. تو راه خسته بودیم و بذار خودم میگیرم آخرشو دیگه. بچه‌ها دیگه ولاگای دیگه بقیه‌شو داخل اتوبوس نمیگیرم. بچه‌ها دارن تمیز میکنن منظره آخر باشه. پای شادی همه. دمتون گرم تا ولاگ بعدی.